سلام دوستان، میریم ادامه داستان نخجیران رو با هم دیگه از بیت 1114 هم در بیان مکر خرگوش. در شدن خرگوش بس تأخیر کرد، مکر را با خویشتن تقریر کرد. خرگوشه یادتونه که به دوستاش گفتش که اجازه بدید که من شر این شیر رو بکنم و کلی بحث و گفتگو شد بینشون و اول قبول نمی کردن و بعد فهمیدن که این خرگوش انگار یه فکر بلندی داره و در نهایت راضی شدن که حرف خرگوش رو گوش کنن. خرگوش داره میره به سمت شیر و داره تقریر میکنه با خودش، یعنی مرور میکنه مکر رو، یعنی اون نقشه خودش رو داره بازبینی میکنه. در ره آمد بعد تأخیر دراز، یه مقدارم دیر اومد تا به گوش شیر گوید یک دو راز. تا چه عالم هاست در سودای عقل، تا چه با پهناست این دریای عقل. تشبیه کرده عقل رو به دریایی بزرگ و میگه ببین در ظاهر عالم که این همه راز هست، خب عرفا معتقدند که این عالم باطنی داره و اون باطن بسی پیچیده تر، بسی وسیع تر و بسی عمیق تر از این عالم ظاهره. تا چه با پهناست این دریای عقل، صورت ما اندر این بحر عذاب، عذاب یعنی شیرین، یعنی بحر شیرین جان، میدود چون کاسه ها بر روی آب. میبینید میگه که مثل یک کاسه‌ای که میذارید روی آب، مثل یک شناوری، یک شیئی که روی آب شناور میشه، این عالم صورت روی یک عالم دیگه شناوره که ما چه بسا از اون چیزی که داره این عالم ظاهر رو حمل میکنه، داره این عالم ظاهر رو حمایت میکنه و چه بسا این عالم ظاهر از اون به وجود اومده، ما از اون بیخبریم. ما فقط همین عالم ظاهر رو داریم میبینیم. تا نشد پر بر سر دریا چو تشت، چون که پر شد تشت در وی غرق گشت. این تشت وجود ما وقتی که از عشق یعنی از عشق پر شد، اون موقع در این دریا غرق میشه. عقل پنهان است و ظاهر عالمی، صورت ما موج یا از وی نمی. هرچه صورت می وسیلت سازدش، زان وسیلت بحر دور اندازدش. تا نبیند دل دهنده راز را، تا نبیند تیر دورانداز را. اسب خود را یاوه داند آن جواد، واسب خود او را کشان کرده چو باد. یعنی سوار اسبی است که اون اسب رو داره به دنبالش میگرده. یعنی ما آدم ها در واقع در عالم جان و معنا شناور هستیم، ولی به دنبال اون عالم معنا میگردیم. به قول شیخ محمود شبستری، جهان جمله فروغ روی حق دان، حق اندر وی ز پیدایی است پنهان. چیزی که از شدت پیدایی بر ما پنهان شده، بر ما ناآشکار شده. در فغان و جستجو آن خیره سر، هر طرف پرسان و جویان در به در. کان که دزدید اسب ما را کو و کیست، این که زیر ران توست ای خواجه چیست. تو نمیدونی که سوار بر این اسب هستی. آری این اسب است لیک این اسب کو، با خدای شه سوار اسب جو. میگه اگر یه لحظه به خودت بیای، اون وقت میتونی اون اسبی که به دنبالش میگردی رو ببینی که بر اون اسب سوار هستی. جان ز پیدایی و نزدیکی است گم، چون شکم پر آب و لب خشکی چو خم. یه مثالی میزنه، یه خمره‌ای که توش آبه ولی لب خمره خشکه. ببینید چجوری این تصاویر خیلی ساده و پیش پا افتاده رو مولانا به کار میبره. ما در آثار فلسفی عمیق هیچ وقت از تمثیل
نمیبینیم که حکمای ما، بزرگان ما استفاده بکنن. دلیلش اینه که مولانا و امثال مولانا مثل عطار و سنایی در واقع این شیر حکمت رو دارن آماده میکنن که به آدمهای خیلی عامی، آدمهای عادی مثل ما بدن. برای آدمهای به قول معروف کلاس بالا صحبت نمی کنن. مخاطبینشون و کسایی که دور و برشونن همین مردم کوچه و بازار هستن و به تغییر همین آدمهای کوچه و بازار فکر میکنن و تصورشون اینه که اگر جامعه بخواد اصلاح بشه مردم عادی و عامی بایستی تغییر بکنن. جان ز پیدایی و نزدیکی است گم، چون شکم پر آب و لب خشکی چو خم. کی ببینی سرخ و سبز و فور را، فور هم یه نوع سرخه، تا نبینی پیش از این سه نور را. قدما اعتقاد داشتن که در تاریکی رنگی وجود نداره و مولانا داره از این باور قدما استفاده میکنه. لیک چون در رنگ گم شد هوش تو، شد ز نور آن رنگ ها رو پوش تو. چون که شب آن رنگ ها مستور بود، پس بدیدی دید رنگ از نور بود. نیست دید رنگ بی نور برون، همچنین رنگ خیال اندرون. این برون از آفتاب و از سها، سها ستاره است، و اندرون از عکس انوار علا، یعنی نور خدایی. همون جوری که در بیرون اگر نوری وجود نداشته باشه هیچ چیزی پیدا نیست، شما در شب و تاریکی رنگ نداری، در اندرون تو هم اگر نوری از جنس نور خدایی وجود نداشته باشه هیچ چیزی پیدا نیست. به خاطر اینه که درون تو تاریکه. نور چشم خود نور دل است، نور چشم خود نور دل است. نور چشم از نور دلها حاصل است. باز نور دل نور خداست. مولانا مراتبی برای هر چیزی قائله دیگه. باز نور دل نور خداست. نور چشم تو از نور دلته، نور دلت از نور خداست. باز نور دل نور خداست، کوز نور عقل و حس پاک و جداست. یعنی فراتر از این نور عقل و حسه. شب نبود نور و ندیدی رنگ ها، پس به ضد نور پیدا شد تو را. دیدن نور است آنگه دید رنگ، یعنی ابتدا تو باید نور را ببینی آنگاه رنگ را ببینی. وین به ضد نور دانی بیدرنگ، رنج و غم را حق پی آن آفرید. حالا باز دوباره از این تمثیل داره، تمثیل نور و اینا داره، تمثیل اینکه ضد به ضد پیدا میشه داره استفاده میکنه برای اینکه یه سری مفاهیم انسانی رو بیان کنه دیگه. رنج و غم را حق پی آن آفرید، تا بدین ضد خوشدلی آید پدید. اگر رنج و غمی وجود نداشت خوشدلی هم وجود نداشت، شادی وجود نداشت. پس نهانی ها به ضد پیدا شود، چون که حق را نیست ضد پنهان بود. یه استدلالی هم میکنه که هر چیزی به ضد خودش آشکار میشه. خداوند که ضدی نداره، بنابراین خداوند با ابزارهایی که ما داریم قابل مشاهده نیست، چون ما تنها چیزهایی رو میتونیم ادراک بکنیم، بفهمیم و ببینیم که یه ضدی داشته باشه. خداوند که ضد نداره. که نظر بر نور بود آنگه به رنگ، ضد به ضد پیدا بود چون روم و زنگ. روم یعنی رومی، مظهر سپیدی. زنگ یعنی زنگباری. مردم منطقه مثلا در آفریقا مثل تانزانیا و اینا که خب سیاه بودن، این داره یه تضادی استفاده میکنه، یه تضادی به کار میبره. پس به ضد نور دانستی تو نور، ضد را می نماید در صدور. صدور یعنی قلب ها، صدر یعنی قلب. نور حق را نیست ضدی در وجود، تا به ضد او را توان پیدا نمود. لاجرم ابصار ما لا تدرکه،
به همین دلیل چشمهای ما، ابصار یعنی چشمها، لا تدرک، او را درک نمی کنند. چشمان ما از درک او ناتوان هستند. و یدرک بین تو از موسی و کوه. و این موضوع رو از داستان موسی و کوه تو میتوانی درک بکنی. اونجا که خداوند به موسی میگه که اگر میخوای من رو ببینی تو نمیتوانی من رو ببینی، و موسی وقتی که اصرار میکنه خداوند به اون میگه که در این کوه نظر کن. به اون کوه جلوه‌ای میکنه و اون کوه متلاشی میگه که لن ترانی، تو نمیتوانی من رو ببینی. این هم از این قسمت بحر در کوزه. تا قسمت دیگه در پناه خدا باشید.